مجموعه مدیر دام. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز از اینکه دارید ویدیو ما رو تماشا می‌کنید. خیلی ازتون ممنونم. امروز خدمت مرد بزرگ دوست داشتنی تلاشگر صنعت مرغ گوشتی کشور رسیدیم، جناب آقا سعید حسینی از بزرگان مرغ گوشتی در استان سمنان و به همراه همکارشون آقا سعید بزرگوار که اومدیم لیست صحبتی که با ایشون داشتیم نکات خیلی ارزشمند و طلایی که توی چند ساله رو کسب کردن به همراه همکارشون به شما دوستان عزیز به اشتراک بذاریم و شیر کنیم که دوستانی که علاقه‌مند به این کار هستن و این صنعت هستن از نکات طلایی آقا سعید بزرگوار استفاده کنن. آقا سعید ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید شرایط و ضوابط و صنعت مرغداری رو که دوستان ما استفاده کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برادر بزرگوارمون جناب مهندس آشوری که قدم‌بندی فرمودن تشریف آوردن به سازمان ما، قدم روی چشم ما گذاشتن، ازشون تشکر و قدردانی داریم. بنده سرکار حسینی هستم، به مدتی به طور رسمی 16 سالی که در صنعت مرغداری کار میکنم. حدود 17 سالم در صنعت تولید پودر ماهی و پودر گوشت در صنعت مرغداری بودم. درسته. صنعت مرغداری همونجوری که جناب مهندس می‌فرمودن یه صنعت بعد از نفت فکر می‌کنم دوم یا سوم این کشور باشه، ولی متاسفانه اونجوری که میخواد این مملکت مرغدار میخواد دولت بهش رسیدگی نمیکنه. یه روز یکی رو فقیر، یه روز که ارباب. توی همین 10 روزی ما 10 تومن کیلو اختلاف مرغ داشتیم. بوده که ما در یک ماه 15 تومن اختلاف مرغ داشتیم. چرا؟ 100 تومن 120 تومن مرغ دارم، اگه هفته پیش می‌خواست بفروشم تا امروز 1 میلیارد تومن اختلاف داشته. این یه موردش. خب اگر من این سرمایه از بانک گرفته باشم دیگه نمیتونم کاری انجام بدم. یه مورد دیگه میخوام راجع به شهرستان خودم میگم. آقای مهندس عذر میخوام، من یادم روکی. نه راحت باشه. تو این شهرستان ما الان روزی که مرغ دور کردن 57 تومن. آقای مهندس بله درسته. مرغ 57 تومن دولت میخوام. هفته پیش مرغ شد 52 تومن. تو این شهر کسی دیگه میگه الان که باز صدر خدا رفته بالا مصرف این شهر میشه 30 تن 57 تومانی. وقتی بازار آزاد میاد رقابت میکنه با دولتی که میاد پایینتر میشه 52 تومن، مصرف شهر میشه 15 تن 20 تن. دقیقاً که مهندس نمیان بگیرن از من. دولت اون روزی که مرغ میشه 65 تومن بازار آزاد میاد به زور از من میگیره میبره که 5 تومن بالا 7 تومن بالای قیمت دیگه. ولی امروز با 5 تومن پایین متاسفانه نمیگیم خودت بفروش، من باید زیر بازار بفروشم. کاری بکنن آقایون که این صنعت نگهش دارن. اگه بخواد به این وضع پیش بره این صنعت هم نابود بشه، من میگم 30% بیکاری بیشتر میشه توی مملکت. اما اگه یه بیان برنامه‌ریزی کنین امثال آقای مهندس یا دیگران، پسر من خودم که کارش اینه درس خونده، بدون دولت بیاد این حمایتش کنه، تسهیلات ارزون نه 23% 30% در اختیاری بذاره، این جواب نمیتونه بده. در اختیاری بذاره که این کارو انجام بده. من قول بهتون میدم با صادرات گوشتی که بخواد ایران انجام بده فصل نفت صادر کنه آقای مهندس، فرقی نمیکنه. شما بشین 2-4 تا کنین، ما به جای که الان گوشت وارد کنیم بخواد صادر کنیم خب دلار وارد میکنیم دیگه. این بهترین کاره واسه بیکار. پسر من امثال پسر من درس خوندن نمیخواد برن حتما کار اداری بگیرن. اگه بدون این کار واسش میصرفه میاد اینجا سالن کنار من میزنه تولید میکنه، خودش کی 10 نفر دیگه میاره 5 نفر دیگه مشغول به کار میکنه. این میشه چی؟ هر تولیدی هر مقداری 5 نفر 10 نفر که مشغول کار کنه ما بیکاری نداریم. بله درسته. من در آقا سعید بزرگوار خیلی ممنونم. نکات خیلی مهم و ارزشمند و کاربردی که نکات طلایی داشتون فرمودن. شما چند سال وارد هیته کار پرورش مرغ گوشتی شدید آقای سعید بزرگوار؟ من 14 سالم. 14 سال 88. از این شغل راضی هستید؟ آره به همدلله. برگردی دوباره همین شغل انجام میدید؟ بله. همین نون حلالیه. همین که از اینه که نون حلالی میدم بزنه بچه‌م میخورم. این مورد چه یکم 5-6 ماه کنار من نون میخورم. و پسر الان که داره فارغ التحصیل بهش میگم بیا همینجا. درسته. نه رو جای دیگه کار. بیا همینجا کار. کسی که سرمایه‌گذار باشه پیشنهاد می‌کنه وارد هیته کار پرورش مرغ گوشتی بشه؟ اگه سرمایه از خودش باشه آره. ولی اینجوری که بانک‌ها بخواد بده این دولتی که الان اینجا حمایت میکنه نه به نظر من. ایشون میخواد بیاد فقط واسه خودش بدبختی و حرص جوش درست کنه. درسته. ولی اگه دولت حمایت کنه بسیار کار خوبیه. بسیار کار خوبیه. مروز این واقعا. آقا سعید بزرگوار دوست عزیز که مدیر داخلی فارم هستن، نظر شما چیه در پرورش مرغ گوشتی؟ ایشون که خودش 14-15 سال توی ایده کار پرورش مرغ گوشتی هستش، مدیر داخلی فارم هستش.
بیش از 20 سال. من اشتباه کردم، بیش از 20 سال تجربه کار مرغ گوشتی داره. واسه میخواد تجربه تو این 20 سال بخواد بگی تو 1-2 دقیقه چی میخواد؟ میتونی به دوستان عرض کنی چی میخواد بگیش؟ سختی کارو بگو، راحتی کارو بگو، کار سختیه. نه خجالت میکشی؟ نه سید تجربه حالا آقا سید دست خیلی رو گرفته. ببین میخوام بگم که سید تجربهش از من بیشتره، این واقعیت تجربه کاریش از من بیشتره. مدتش همون که گفتم دستش خالی بود، نتونست مداره میکرد، نتونست، دولت حمایتش نکرد. امروز اومده اینجا از خودش نمیخوام تعارف کنم، ما با آدم برادریم. امروز اومده پای من کار کنه، ولی امروز دولت خودش اگر دولت در سال 77 که ایشون مقداری داشت حمایت ازش میکرد، امروز خودش امسال ایده 5 سال کار میکرد، ولی به دلیل نداشتن حامی امروز اومده سرمایه اومده کار شد. اینجاست که من بهش هم افتخار میکنم. بله درسته. سید خیلی ازتون ممنونم، امیدوارم هر کجا هستید موفق کامیاب باشید. ممنونم از شما، سپاسگزارم. لطف کردید. خواهش میکنم. دوستان عزیز، اینم صحنه ای از مقداری جناب حسینی عزیز، مقداری 43000 قطعه‌ای که تو تصویر مشاهده می‌فرمایید که آب انبارش رو، اتاق قرنطینه‌ش رو، خونه کارگریش رو، مدیریتش رو، انبارشون پشت معاون سالن‌ها هستش. دوستان همینطور که آقای حسینی خودشون اشاره کردن، چه مارزم که حتما تو زمینه پرورش مرغ گوشتی در وهله اول دانش و فنی رو کسب کنید. دوم یه جا و مکانی برای این کار تعیین کنید. نمیگم برید خدمت شما عرضم که مقداری 30-40 هزار تایی رو بخرید یا درست کنید داره. من برای سری اول پیشنهاد میکنم که از کم شروع کنید، از 10,000 قطعه 20,000 قطعه شروع کنید. یه فرد با تجربه کنارتون باشه، چون صنعت خیلی پولساز و خیلی خوبی هم هستش. صنعت مرغ مثل صنعت فنر میمونه. خوب اگه شما خیلی خوب اگه دانش فنیتون بیشتر باشه، مهارتتون بیشتر باشه، مثل فنر شما رو پرت میکنه بالا، اندازه مالی اون درآمدی که میخواید میتونید برسید. منوط به این که بازار رو خوب بشناسید، مهارت کافی داشته باشید و سرمایه لازم هم داشته باشید. امیدوارم هر کجا هستید موفق باشید. اگه تو زمینه پرورش مرغ گوشتی مشاوره خواستید، ما بسته آموزشی پرورش مرغ گوشتی داریم، شامل 17-18 از فیلم آموزشی زمینه پرورش مرغ گوشتی از 0 تا 100 از طریق سازه‌ها، حریم‌ها، مجوزات، پرورش و تمام موارد همه موجود هستش. میتونید ما در ارتباط باشید و تو یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید. ویدیو جالبی رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. موفق و کامیاب باشید.